همه از تاجیک بودنمان، از صاحب این وطن بودنمان، از صاحب این خاک و آب بودنمان افتخار کنیم. نه اون افتخار فروشی های پوچ که ما تأسف ما از دهات خوردمان بعضا افتخار میکنیم و از محل، حتی از گذر، حتی از یک اجداد خود افتخار میکنیم. این هم خوب است، اما ما باید در این روز بجز وحدت ملی خیال میکنم پازهر همه دردهای ما این وحدت ملی خواهد بود که ما همه فرزند یک پدر و مادر باشیم، فرزند یک وطن باشیم و همه تاجیک باشیم و از تاجیکستان، از اون چی که محدوده امروزه تاریخی تاجیکستان در دست ما هست، از اون شکر بکنیم، اون پاس داریم و برای آن همیشه برای دفاع و برای خدمت آماده باشیم. و بنابراین من در همون روزها بغیر از اون که دردهای را ناله کردم، باز دعوت هم کردم که مردم سرجم باشند، پهلوی هم باشند و به بوی یکدیگر زنده باشند.